سلام بیننده ارجمند، صبح بخیر. نویدی بامدادی از رادیو آزادی است تقدیم شما. امروز جمعه 31 ایول و ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح است. من عبدالله اشرف هستم همراه شما و در چند دقیقه دیگر خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را برایتان میرسانم. امروز در تاجیکستان ساکنان عید قربان را تجلیل دارند و در کشور روز استراحت رسمی است. امسال این دومین عید مذهبی در زمان خروج پاندمی کرونا ویروس است که به نماز دست جمعی برگزار می شود. ستاد جمهوری مقابله با بیماری کووید 19 در تاجیکستان برگزاری همگان معرکه در روز عید قربان از جمله عید گردک را رسما منع کرد. مقامات هدف از این تصمیم را پیشگیری از گسترش بیماری همگیر گفتند. اما در عرفه این عید بازارهای کشور پرآدم بودند و مردم برای دسترخوان عیدانه آمادگی میدید. صبح امروز به فرق از سالهای پیش کمتر ولی کودکان عید گردک میکردند. پرزیدنت امام علی رحمان در پیام شادباشی خود به مناسبت عید قربان از ساکنان دعوت کرد با رعایت قاعده های بهداشتی و شخصی و جمعیت اعتبار جدی دهند، به همدیگر اعضای عائله خویش و تبار، نزدیکان و همسایه ها مهربانی و غمخواری ظاهر نمایند و خصوصا دستگیری یتیمان و معیوبان، کم بضاعت ها و عائله های عزادار را فراموش نکنند، گفته است رئیس جمهور. عید قربان که از دو عید مسلمانی سالها باز در تاجیکستان استراحتی رسمی اعلان شده است، این روز معمولا از نماز در مسجدها شروع می شد و سپس آنهایی که توان دارند به قربانی و دیگران برای زیارت قبر گذشتگان و عیادت خویش و تبار می رفتند. تجلیل عید قربان بنابر پاندمی کرونا ویروس امسال در سراسر جهان غیر معمولی می‌گذرد. از جمله مراسم حج که هر سال با شرکت تقریبا 2 میلیون زائران صورت می‌گرفت امسال دایر نشد. عربستان سعودی بنابر خوف گسترش ویروس قبول زائران را از خارجه قطع کرد. در شبانه روز اخیر در تاجیکستان 46 حادثه نوی سرایت شهروندان به بیماری کووید 19 به قید گرفته شده است. به گفته مرکز مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان در مجموع از 30 اپریل تا سنه 30 ایول در کشور 7366 نفر به کرونا ویروس گرفتار شده، از این شماره 60 نفر فوت دیدند و 6151 نفر و یا 83% بیماران شفا یافتند. کارشناسان به درستی آمار وزارت شک دارند و میگویند احتمال میزان مرگ و میر و سرایت از کرونا ویروس بیشتر از این باشد. ضمناً یونیسف و یا بنیاد اطفال سازمان ملل متحد به تاجیکستان برای مقابله با کرونا ویروس در حجم 8 تانه یاریهای بشری تقدیم نمود. این یاریها به وزارت بهداشت تاجیکستان داده شد. در خبر رسمی گفته می شود که این دور سوم یاریهای اتحادیه اروپا به تاجیکستان است که با کمک یونیسف تقدیم می شود. در داخل این کمک ها مواد حمایت بهداشتی از آلوده شوی با کرونا ویروس می باشد که برای طبیبان و کارمندان ساحه طب نگرانیده شده است. کمک ها به مؤسسه های بهداشتی سراسر کشور تقسیم می شوند. این یاری ها بخشی از 64 تانه بار است که در چهارچوب کمک های اضطراری اتحادیه اروپا به تاجیکستان در امر مقابله با کرونا ویروس داده می شود. در تاجیکستان که مقامات رسما تنها 30 اپریل وجود کرونا ویروس را تصدیق کردند، همان روزه حدود 50 حادثه نوی آلودگی با کرونا ویروس نو به قید گرفته می شود. ولی در جامعه نسبت آمار رسمی البته ناباوری وجود دارد و منقدان میگویند شبهه از آنجاست که مقامات وجود ویروس را در کشور دیر اعتراف کردند و تا حال نه همه حالتهای گرفتاری و مرگ بر اثر ویروس نو را به آمار رسمی وارد میکنند. وزارت بهداشت تاجیکستان این انتقاد را نمیپذیرد و آمار رسمی را درست و سنجیده شده نام برد. یاری های بشری به طبیبان در حال تقدیم می شود که انتقادها از نبود شفافیت به هنگام تقدیم یاری های بشری و تقسیم عادلانه آنها گاهی صدا می دهد. شرکت دولتی تاجیک ایر اعلان کرده است که روز 1 اوگوست از مسکو به دوشنبه یک پرواز چارتری انجام می دهد. شرکت در صحیفه رسمیش در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که آغاز پرواز ساعت 1 به وقت محلی معین شده. بلیط ها طبق رویخط ترتیب داده سفارت تاجیکستان در روسیه فروخته می شود. نرخ چیپته ها 36123 روبل معین شده است که نظر به نرخ معمولی گران است. مسئولان شرکت می گویند بنابر خالی پرواز کردن هواپیمای شرکت از دوشنبه به مسکو آنها مجبورند خراجات راه را به نرخ بلیط ضم کنند. از 20 مارت این جانب پروازهای معمولی از تاجیکستان به روسیه و برعکس بسته است. مقامات گفتند این هفته 14 پرواز چارتری از روسیه به تاجیکستان برای بازگردان شهروندان تشکیل می کنند. مسئله برقرار کردن پروازهای معمولی میان روسیه و تاجیکستان حالا هم در بررسی مقامات دو جانب قرار دارد.
و رو می‌آوریم به خبرها از خارج کشور. وکیلان حزب جمهوری خواه و هم حزب دموکرات در آمریکا پیشنهاد رئیس جمهور دونالد ترامپ را رد کردند که خواست انتخابات روز 3 نوامبر به تأخیر انداخته شود. دونالد ترامپ پیشتر گفت که به سبب رایدهی توسط پشت ممکن است در انتخابات تقلب صورت بگیرد و یا نتیجه ها نادرست باشند. تعدادی از وکیلان حزب جمهوری خواه از جمله رهبر جناحی حزب میچ مکانل گفت در تاریخ آمریکا هیچگاه انتخابات رئیس جمهور را در شرایط‌های دشوار هم به تأخیر نانداختند و این کار نباید شود. زوی لافتگرین وکیل دموکرات در سنت هم پیشنهاد برای به تأخیر انداختن انتخابات را رد کرد. دونالد ترامپ بعد از دعوت برای به تأخیر انداختن انتخابات به خبرنگاران گفت که چنین کاری را نمیخواهد، ولی عین زمان نمیخواهد که ماه‌ها منتظر نتیجه ها بمانند و بعد گویند که ورقه‌های رایدهی گم شدند و انتخابات هیچ معنی ندارد. رایدهی از طریق پشت و در زمان پاندمی کرونا ویروس یکی از بحث‌های داغ در آمریکا شده است. رئیس جمهوری آمریکا خودش حق ندارد انتخابات را به تأخیر اندازد، چون این کار تنها با اجازه کنگره صورت میگیرد. مقامات افغانستان میگویند در نتیجه بمبگذاری در ولایت لوگر در شرق افغانستان 8 نفر کشته شدند و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. بمبگذاری چند ساعت پیش از آتش بس صورت گرفت که طالبان و حکومت افغانستان در روزهای عید قربان اعلان کردند. بمبگذاری روز 3 ایول در مرکز شهر پولی علم در میدان آزادی به وقوع پیوسته است. در اینجا که مردم زیادی را برای خرید جمع آمده بودند، ماشین بمبگذاری شده ترکید و با گفته وزارت امور خارجه همه قربانیان مردم آسایشته و اکثرا زنان و کودکان بودند. عین زمان شاهبور احمدزی سخنگوی پلیس ولایت گفت که هدف بمبگذاری پاسگاه پلیس بوده است و چند مأمور امنیتی هم در بین قربانیان و آسیب دیدگان هستند. کسی مسئولیت حمله را تا به حال برداشت نگرفته است. طالبان و حکومت افغانستان از این پیش به موافقه رسیدند که در 3 روز عید قربان آتش بس اعلان شود و هیچ طرف به هم دیگر آتش نکشاید. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان میگوید شمار واقعی بیکاران در این منطقه 16,000 نفر است، ولی در آمار رسمی بیش از 4,000 نفر درج شده است. یادگار فیضوف در نشست خبری 3 ایول گفت که سطح بیکاری خیلی بلند است و قسمی از جوانان مجبورند برای کار به خارج کشور روند. مقامات تاجیکستان پیش بینی میکنند که میزان بیکاری در کشور تا پایان امسال احتمال 6.1% بالا رفته شماره بیکاران به 100,000 نفر رسد، در حالی که تا شروع پاندمی در ماه فوریه بیکاری در تاجیکستان در سطح 2% قرار داشت. کارشناسان همواره میگویند که آمار رسمی بیکاری در تاجیکستان واقعی نیست و شمار بیکاران به مراتب بیشتر است. رئیس ولایت بدخشان در نشست خبری روز پنجشنبه مسئله جلب سرمایه را به منطقه در میان گذاشت و گفت از 25 برنامه سرمایه‌گذاری تنها به 5 برنامه رسیدگی شده است، ولی بر اثر دشواری‌های بیماری کرونا ویروس آن هم آغاز نیافت. به سؤال روزنامه‌نگاران در مورد آنکه آیا در نظر است قیمت استفاده برق بعد بنیاد نیروگاه سبزار پایین رود، پاسخ منفی داد. به گفته این منصبدار مسئله کاهش تعرفه‌ها در دستور کار نیست و انجام ساختمان نیروگاه سبزار تنها دیورسیفیکاسیون و یا تنوع استحصال برق را در منطقه تأمین می‌کند. یادگار فیضوف همچنین در موضوع آماده و باز بودن منصبداران برای مکالمه با مردم از جمله توسط شبکه‌های اجتماعی سخن راند. به گفته وی نهادهای اجرایی از لحاظ تکنیکی کاملا تأمین نیستند و نه همیشه صلاحیت دارند که اطلاعاتی داشته شده را افشا بسازند. با این وجود این منصبدار گفت که این شیوه مناسبت باید جزئی از فرهنگ سیاسی شود. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان به سؤال کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره آنکه آیا امکان دارد پرزیدنت تاجیکستان را ضمن سفر قریب الوقوعش به ولایت مختار کوهستان بدخشان به دبدبه پیشواز گیرند، پاسخ داد که استقبال پرزیدنت خاکسارانه به قالین و جلب مکتب بچه‌ها درخواست شده است، ولی او خود از دستگاه پرزیدنت خواهش کرده است که حداقل قسمی از عنعنه‌های مهمانداری را رعایت کنند، هرچند مقابل زیاده‌روی‌ها میباشد. یادگار فیضوف سال 2018 بعد از انتخاب پرزیدنت از رهبریت پیشین ولایت برای وضع جنایی در منطقه و نبود نظارت رهبر ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شد. او در گذشته در بنیاد آقاخان در تاجیکستان کار کرده است.
بینندگان عزیز، در پایان این نشر نوید بامدادی با درخواست شما نظر داشتیم به قرب ارز خارجی. بنابر قربی که امروز از جانب بانک ملی تاجیکستان معین شده است، $1 آمریکایی 10 سومانی و 31 درم، 1 یورو واحد پولی اتحادیه اروپا 12 سومانی و 12 درم ارزش دارد. ارزش روبل روسی شبانه روز اخیر اندک پایان رفته است و بنابر قرب امروزه نرخ 1000 روبل روسی 139 سومانی تعیین گردیده است. اینجا نوید بامدادی به انجام میرسد. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما میشوند. ما را همراهی کنید.